استاد عبدالله ناظمی بنیانگذار بالای ملی پارس و همینطور پدری بالای ایران بعد از یک وقفه 15 ساله به تاجیکستان تشریف آوردند. من هم از ایشان دعوت کردم که به خانه بیرون از شهر ما تشریف بیارند تا در مورد کارنامه هنری ایشان و همینطور تأثیرات و برداشت‌هایشان از سفری فعلیشان به تاجیکستان با هم یک گفتمان داشته باشیم. ما را دنبال بکنید. آقای عزیز، من 66 سال از عمرم بدون وقفه در هنر بود و به ویژه در فولکلور، فرهنگ مردم، هنر مردم. درسته من کار بالای کلاسیکه، ولی هیچ وقت جدا نبودم از این موضوعی که نگاه نکنم به فرهنگ ملتی. تو این فکر بودم که یه جایی که آرامش داشته باشه و فرهنگ و هنر رو دوست داشته باشن، به حمایت کنن و مردم دوست داشته باشن، خب اینجا رو بهترین دیدم. و همین سبب اومدم اینجا. البته ملاقات داشتم، حتی با معاون وزیر فرهنگ ملاقات داشتم، با رئیس اپرا ملاقات داشتم، با هر شخصیتی که اینجا ملاقات داشتم اونام دیدم که خوش آمد گفتن، یعنی رفتارشون بسیار بسیار دوستانه بود. خب اینم خیلی جالب برای من. جای همه شما که این تصویر ببینید خالی، من در شهر زیبای دوشنبه هستم در حضور 2 تن از افرادی که عاشق هنر و فرهنگن و کار میکنن. آقای طالب شهیدی که باعث افتخار از نظر موسیقی، واقعا باعث افتخار این مملکته و خیلی ها در دنیا ایشونو دوست دارن و میشناسن. موزیسین های خیلی بالا. حتما به فکر این افتادم که اگر احمد پژمان اینجا بود الان چقدر خوشحال شد. آقای احمد پژمان هم یکی از هنرمندان توانای آهنگساز ایرانه و هم ایشون هم دوستم و همچنین با ایشون که رئیس اپرا هستن و نهایت محبت کردن. درست است که شما همچنان کماکان به فعالیت خود ادامه دادین در کشورهای اروپایی، همینطور در آمریکا، در اون چند کشوری که نام بردین و فعالیت‌های هنری خود ادامه دادین. اما شناخت شما از هنر باله در تاجیکستان چی هست؟ چون شما تصور کنید، خب من میخوام سوانلک رو اجرا کنم که داره برشوتات انجام میده که من حالا نمیرسم بهش. اینا 400-500 سال کار کردن. اینجا میمونه که ما یه خمیرمایه‌ای داریم. کشور شما اینه دیگه. شما فرهنگ دارید، شعر دارید، داستان‌های پندآموز دارید، داستان‌های عشقی دارید، خیلی چیزا دارید، لباس دارید، موسیقی دارید و تاریخ دارید. اینا همه میتونه خمیرمایه باشه ولی بیسش بالای کلاسیک باشه. یعنی بیام کمک بگیریم از کلمات، ولی کلمات رو یکی میبینیم و کلمات مثل حافظ شعر میگه، یکی مثل خیام شعر میگه. اینا هست. اینی که من احساس میکنم که در این کشور بالای شادم بوده، من زیاد مطالعه ندارم، بالایی که نمودار و نشانه از این کشور باشه که بهتون گفتم خمیرمایه‌اش چیه. یعنی ما فکر کنیم ما مثلا زحمت بکشیم مثل امریکن بالت تئاتر باله اجرا کنیم. خب اونا که هستن. داستان اینه. با توجه به اینکه برای پرورش افراد تو سطح بالای کلاسیک حوصله میخواد، زمان میخواد. با هزاران نفر میان و 9 سال بدون تعطیل کار کنن. بعد از 9 سال تازه استاد میگه تو به درد میخوری یا نمیخوری. پس یه زمان زیادی میخواد. حالا این زمانی که خالی هست ما میتونیم با اون چیزی که داریم نشون بدیم.
همینطور که بالا رو مثلا کلاس بالا رو پوش کنیم، حمایت کنیم، بچه‌های بیشتری شرکت کنن، چون هم ورزش هم هنره، اینا هست. ولی در حال حاضر باید چه کنیم؟ در حاضر اون چیزی که داریم و خیلی زیاده و دنیا دوست داره ببینه، اونا رو ارائه بدیم، در قالب داستان ها باشه. باز اومدم شهر دوشنبه و اومدم بازدید کلاس رقص. بعد از 15 سال اومدم کلاسشون و خیلی هم خوشحال شدم که ببینم اکتیون و خوب کار می‌کنن. Быстро! من فکر میکنم که فولکلوری که اینجا جوش میخوره و زندگی میکنه و میجوشه بخشی از سرقت رفته فرهنگ ماست. سرقت رفته ها که خوشبختانه شما حواستون جمعه دارین پس میگیرید یا پس گرفتی مقدارشون با همه این توصیحات که واسهتون گفتم. پس به نتیجه که شما هم جای من بودید دوست داشتید بیایید دوشنبه.
انقدر خوشحالم بعد از 15 سال یکی از هنرمندای نامی و دوست داشتنی خانم دلارام دیدم و مادر گرامیشون. اینا همه شاگردان هستن که با خانم دلارام کار میکنن. استاد ناظمی، با روستای خانقاه در دره الماسی شهر حصار خوش آمده. شما مهمان افتخاری محفل ما هستید و اون جایگاه و مقام شما هم دیگه. امروز مهمان دکتر بابا نظر شاعر و آره میزبان ما هستن. امروز لطف کردن. در لب رود نشین و گذری عمر ببین،
لیکن اشاره ز جهان گذران ما را بس. باور نمی کنم که پس از مرگ آفتاب این صبح را از آن دیگر می گیرد فرا. باور نمی کنم که مرا مرگ پرغرور از زندگی به تعب دلم می کند جدا. باور نمی کنم که همه اقربای من با میل تام شعری مرا پشت و رو کنند، یا که شکسته شیشه اندیشه را بسنگ در پیش گوری من دمی دست برو کنند. باور نمی کنم. هر کی میخواد عروسی کنه بیاد اینجا خانه بخته. حالا بریم تو ببینیم کی هستن. خب روز شما خوش. روز شما خوش استاد. بیام ببینم چه میکنی اینجا. باید خب ببینم استاد چه میکنه اینجا. دست شما درد نکنه استاد. تشکر. چه کارهای قشنگی میکنی شما. اسم شما رو من بدونم. عدالت. عدالت یا عدالت؟ عدالت. اوکی. خوشحالم شما رو میبینم، کاراتون هم اینجا ببینم. اینا همه تیکه دوزیه که این خانم کار کرده. میبینید تیکه دوزی ها رو قطعه میبینید چقدر جای سوزن داره. اینه چی بهش میگیم؟ زردوزی. این خانم شرافت هنرمند محبوب و پرآوازه این کشوره و معلم خیلی از هنرمنداست و معلم منم هست. اینجا به من رقص تاجیکی هم یادم داده. ایشون الان دارن توضیح میدن. اینا خودشون میکنن، خودشون میبرن، خودشون رسم میکنن، بعد اینا میکنن با اینجا. درست. این اول طراحی میکنه، بعد میبره، بعد میندازه روی اینا کار میکنه. وقت داماد چی میپوشه؟ هیچی؟ داماد میپوشه چرا؟ کوش؟ شبان. کوش پس لباس داماد. اینجا من دارم، عدالت جسمان دارد مردانه. آها. برای داماد. برای داماد داری. دست شما درد نکنه. تندرست بمونید و همینطوری هنرها رو ادامه بدید. سپاسگزارم. برای لباس. سراندوز. اینا سراندوز. سر بگیرد. روسری. نه. عروس. روسری بلند. دراز. و اینجا هم یه لباس گفتم این لباس چیه؟ گفت لباس عروسه. گفتم پس خود عروس کوش.
گفت فردا میاد عروس. این لباسی که عروس میپوشه چقدر هم زیباست.
به نظرم همون مایه اساسی موفقیتی هم شما خواهد بود و هم تیم هنرمندان تاجیک. باعث افتخاره برای من اگه بتونم کاری بکنم حتما هم بدونید کاری میکنم که شما راضی باشید. خوش آمدید. سپاسگزارم از پذیراییتون از همه چی از شما تشکر. تاجیک‌ها یک رسم خوبی دارن که به مهمان عزیز و دوست داشتنیشون همیشه یک چیزی تحفه میکنن، هدیه میکنن. ما تصمیم گرفتیم یک خلعت یا یک جامعه تاجیکی برای استاد تهیه کردیم که میخوایم همیشه بهش میگن خلعت. آره، همچون یادگاری از ما شما داشته میگین باشه. خلعت، جامعه یا خلعت. ما آره. میگیم خلعت. خب اینم دیگه اینم جامعه اندازه استاد است. استاد یک من ناظمی تاجیکستانی شدم. یک رویمال تاجیکی هم براشون درست گرفتیم که دیگه استاد شدن دیگه یک موی سفیدی تاجیکی. یک ریش سفیدی تاجیکی. شما را با این سر و لباس در خیابان و بازار بینه نمیگن ایرانی، میگن تاجیکی. آره همه کارو میکنه.